وصیت‌نامه توی استرالیا چی هست؟ وصیت‌نامه یعنی اینکه اراده من پس از مرگم به چه شکلی اجرا بشود برای فرزندان، برای دارایی و غیره. میشه توضیح بدید که یه وصیت‌نامه درست به لحاظ حقوقی داره چه شرایطیه؟ وصیت‌نامه معتبر یا درست مهمترینش این هستش که نوشته شده باشد، 2 نفر بالای 18 سال ویتنس کرده باشند، شاهد امضاش بوده باشند، در آن واحد انجام شده باشه و اراده شخص برای آن که میخواهد چه چیزی را به چه کسی بدهد کاملا واضح و مشخص باشه. اصولا ساده باشد، یعنی پیچیدگی حقوقی نداشته باشه، به شکل ساده، به جایی که پیچیده‌اش بکنیم حقوقی، بگیم که من میخواهم پراپرتی مثلا سیدنیم را به فرزند بزرگم با این اسم، با این تاریخ تولد بدهم، به همین سادگی. یک مورد دیگری هست که مثلا فان فکت هست ولی خیلی هم فان نیست، میتونه جدی باشه، اینی که موقع امضا همه با یه خودکار امضا بکنن که نشون بده در یک جا اتفاق افتاده، همزمان اتفاق افتاده، تشکیکی در شهادت امضا و اینها نباشه. اگر فردی بدون وصیت‌نامه فوت بکنه چه اتفاقی میفته؟ سادش اینه که سپریم کورت تعیین میکنه که چه اتفاقی بیفتد، اما خب جزئیات بسیار زیادی داره که من ترجیح میدم توی ویدیو جداگانه بهش بپردازیم. دادگاه میاد نگاه میکنه، یه letter of administration باید صادر بکنه، اصطلاحاً نامه‌ای که اجازه بدهد یک نفر دارایی‌های شخص رو مدیریت بکند. این letter of administration این هست، کلیاتش اینه که خب در موردش توی ویدیو حتما. جوینت ویل چیه؟ سوال خوبی است. جوینت ویل یعنی که من و همسرم یک وصیت‌نامه مشترک داشته باشیم که بعد از ما دارایی‌های ما به چه شکلی بخواد تقسیم بشود یا چجوری اداره بشود، منیج بشود. شما توصیه میکنید که توی نیو ساوت ولز از جوینت ویل استفاده کنید؟ خیر، به دلیل اینکه جوینت ویل محدودیت‌ها و ریسک‌های خودشو داره. ممکن است که من زودتر از پارتنرم بمیرم، این یه احتمال خیلی طبیعی است. بعد پیچیدگی‌های اونجا پیش میاد، ممکن است که شخص دوم، همسر دوم ازدواج کرده باشد، شرایطش تغییر کرده باشد، تصمیم‌های متفاوتی بگیره، فرزند دیگری در کار باشد و الی آخر. بنابراین اینو توصیه نمی‌کنیم. نه. حالا که اینجوری سپریت ویلز هم توضیح بدید. سپریت ویل سوال است دیگه، هر کسی وصیت خودش رو داشته باشه که دیگه این دعوا نباشه که چه اتفاقی قرار بیفته، به نظر هر 2 نفر چه بوده و اینها. هر کسی ویل خودش رو مشخصاً داره. میرور ویلز هم توضیح بدید. میرور ویل اگر بخوام ساده توضیح بدم این است که ببینید یه جایگزین امن برای همون جوینت ویله. یعنی در واقع شما اگر 2 تا همسر قصد دارن که وصیتشون مشابه باشد، فقط اینو تو یک مدرک مشترک نمیذارن، همونا رو میگن ولی توی 2 تا داکیومنت متفاوت. بعد دیگه این کلش ها پیش نمیاد که اینجا چکار بکنیم، بلر هست، مشخص نیست، عرض کنم که اراده هر 2 طرف درش نبوده و اینا. سپرته، تمامی جزئیات خودش رو به تنهایی مستقل قابل اجرا داره و دیگه اون محدودیت ها رو هم نداره. اگر وصیت‌نامه‌ای وجود نداشته باشه به کل، دوستان نزدیک میتونن کارهای مالی رو انجام بدن؟ دوستان نزدیک روی کاغذ بله، اما بسیار نادره نه. معمولا دادگاه ترجیح میده که باز تو ویدیوی مرگ بدون وصیت‌نامه من مفصل توضیح میدم، اما بیشتر اعضای نزدیک خانوادگی میتونن این کار انجام بدن. میخوایم در مورد letter of administration توضیح بدیم؟ چه کسایی اصولا میتونن این رو بگیرن؟ بله،
letter of administration یا اصطلاحاً مجوز منش کردن دارایی های شخص فوت شده حکمی هست، نامه‌ای هست که سوپریم کورت به یک شخص میدهد تا او این توانایی حقوقی را اجازه حقوقی را داشته باشد که آنچه که از شخص فوت شده باقی مانده اون رو بخواد مدیریت بکنه. این اصطلاح میشه letter of administration. بعد ممکنه که یه دوست نزدیک منصوب بشه به همچین؟ قبلا اینو داشتیم روی کاغذ بله، اما نادره نه، بیشتر اعضای خانواده و خویشاوندان نزدیک. گفته‌های شفاهی کافیه؟ خیر، ویل باید نوشته شده باشه. اگر میخواید جمع‌بندی بکنید توصیه خاصی دارید؟ مهمترین چیزی که میتونم راجع به ویل بگم، اصولا ویل به مرگ ارتباط داره و کامفتبل نیست، راحت نیست معمولا در موردش فکر بکنیم یا بخوایم اقدام بکنیم. اما از جمله چیزهای واجب هست که هزینه خیلی زیادی هم نداره و بهتره باشه کنار بیام و ویل رو همیشه به خاطر فرزندانمون هم که شده حتما داشته باشیم. ما توی ویدیوی بعدی در مورد مرگ بدون وصیت‌نامه بیشتر صحبت حتما ممنونم.